ارسل چند سال طول میکشه؟ 2 الی 3 سال. اگه بیشتر از 3 سال طول بکشه اخراج میشیم. 2 الی 4 سال، اگه بیشتر بشه اخراج میشی. مهمترین مزیت تحصیل تو کشور شما چیه؟ میتونین اگر خواستیم به زبان انگلیسی تحصیل کنیم و اینکه محیط آکادمیک بهتری داره. تحصیل به زبان مادری با هزینه‌های کمتر. کدومتون کارورزی گذرونده؟ جفتمون. روند پذیرش چطوریه؟ لیسانس مرتبط با روانشناسی و معدل بالای 12. لیسانس مرتبط نمیخواد و با کنکور پذیرش میشه. کی حین تحصیل میتونه مراجعه پذیرش کنه؟ توی دوره سوپرویژن من میتونم. ما نمیتونیم. اگه دوباره انتخاب میکردی همین مسیر رو میرفتی؟ من از لیسانس میرفتم توی ترکیه تحصیل میکردم. منم حتما.